مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد دارم که راجع به پشت پرده ویلا یا کاخ لاکچری علی کریمی برای شما یه سری اسناد و مدارک رو بکنم و یه سری اطلاعات و آمار به شما بدم که قطعا با شنیدن این اطلاعات و آمار کرکوپرتون میریزه. همونجوری که رو میزه من میبینید پر از کاغذ و نوتایی هستش که در خصوص علی کریمی خواهم گفت و یک ویدیو جنجالی و باحال و پر از اطلاعات خواهد بود. در طول 24 ساعت گذشته قطعا ماجرای جنجالی دعوای علی کریمی با یکی از خبرنگاران حوزه اقتصاد رو دیدید و اگر ندیدید یه لطفی بکنید پیش نیاز دیدن این ویدیو قبلی هستش که ما در خصوص علی کریمی در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده منتشر کردیم. همین الان استاپ بزنید اگه اون ویدیو رو ندید برید ببینید، چون یه سری نکاتی که توی اون ویدیو گفتم مرتبط هستش به این ویدیو و دعوایی که علی کریمی با یکی از خبرنگارا داشت و حسابی بلبشو شد در توییتر و فضای مجازی. عده گفتن که علی کریمی یک آدم پولدار و لاکچری، چی میفهمه از درد آدم‌های بی پول و فقیر که مدام میاد استوری میذاره و از غم نان مردم اصطلاحاً طبقه متوسط و ضعیف میگه و اشاره کردن که علی کریمی خودش زندگی لاکچری داره، خونه لاکچری داره و درک نمیتونه بکنه. اما من توی همون ویدیو هم گفتم که علی کریمی کسی نبوده که بابا مامان پولداری داشته باشه و هر چقدر پول به دست آورده از دنیای فوتبال به دست آورده و رفرنس هم زدم به سایت ترانسفر مارکت که نشون داده بود که علی کریمی تنها در طول 10-12 سال دنیای فوتبالش اون چیزی که فقط سایت ترانسفر مارکت بابت قراردادهایی که عقد شده و بسته شده و امضا شده گفته شده بود که بیش از 13-14 میلیون یورو پول به دست آورده. آپشن ها رو نگفته بود که اون ویلا حسابی جنجال به پا کرده بود. در طول یک سال گذشته هم ماجرای قبض برق علی کریمی جنجال ایجاد کرده بود و چند تا موضوع دیگه که راجع به ویلای لاکچری علی کریمی یه سری پشت پرده ها به شما خواهم گفت. اما از آخر به اول شروع میکنیم، یعنی از سالهای پایانی فوتبال علی کریمی در استیلازین، در شالکه 04 آلمان، در باشگاه پرسپولیس و قبل از اون هم در بایر مونیخ ببینیم که چه اتفاقاتی برای علی کریمی رخ داده و یک سری اطلاعات و آمار رو برای شما برای اولین بار افشا خواهم کرد که خودم میخوام بگم کرکوپرم ریخته دیگه، چه برسه به شما. اول شروع میکنیم از قرارداد علی کریمی با بایر مونیخ که فکر میکنم که نقطه اوج فوتبال علی کریمی بود که یک قرارداد 2 ساله به ارزش 5.5 میلیون یورو شخصی به اسم آقای فاضلی که یکی از قدرهای پرنفوذ در باشگاه‌های آلمانی هستش و خیلی از بازیکن‌های فوتبال هم با آقای فاضلی اگر اشتباه نکنم محمد رضا فاضلی قرارداد دارن و خیلی از بازیکن‌ها رو ترانسفر کرده به اروپا و خصوصا آلمان. یه قرارداد هولوش 5.5 میلیون یورو علی کریمی با بایر مونیخ آلمان می‌بنده که طبق قوانین آلمان هم چیزی هولوش 50% از این پول رو مالیات برمی‌داره. اما آپشن هایی که توی قرارداد علی کریمی در باشگاه بایر مونیخ امضا شده بود جالب بود که علی کریمی بابت هر برد داخل خانه $50,000 و برای هر برد خارج از خانه $100,000 پاداش، 100,000 یورو چون واحد پول یوروه، پاداش دریافت می‌کرد و بابت هر گلی هم که میزد بین 10 تا 15,000 یورو پاداش دریافت می‌کرد و توی اون سالی که علی کریمی در بایر مونیخ بود هولوش 30 تا از بازی‌هایی که انجام داده بود خارج از خونه تیمش برده بود و پاداش‌های عجیب و غریبی رو هم اون موقع دریافت کرده بود که مجموع اون پول‌هایی که به عنوان تنها پاداش از باشگاه بایر مونیخ دریافت کرده بود چیزی هولوش 3 میلیون یورو بود. یعنی اون 5 میلیون یورو، 5.5 میلیون یورو، 3 میلیون یورو هم بعد شما بهش اضافه بکنید بابت پاداش که حالا مالیاتش هم میتونیم کم بکنیم. بعد لیگ قهرمانان که بازی میکردن هر بازی که میبردن 100,000 یورو پاداش میگرفته و هر مرحله‌ای هم که دوباره صعود میکردن 100,000 یورو دیگه پاداش دریافت میکرد. پس با این پولهایی که به عنوان پاداش تنها از باشگاه بایر مونیخ دریافت میکرد میتونست فکر کنم سالی 3 تا از اون کاخ‌ها و ویلاهایی که
الان جنجال و حسابی حاشیه درست کرده برای علی کریمی بخره. یعنی آنچنان چیز پیچیده‌ای نیست این دستمزدایی که بازیکن‌های فوتبال میگیرن. اما نکته جالبش این هستش که وقتی قراردادش با باشگاه بایر مونیخ تموم شد رفت قطر و اون موقع قراردادش با تیم قطری هولوش 7 میلیارد تومان بود. اما جالبه بدونید که دولت ایران اومد علی کریمی رو ممنوع الخروج کرد و چیزی هولوش 2 میلیارد تومان براش مالیات برید و گفت تو از دولت قطر 7 میلیارد تومان پول گرفتی و از مالیاتش رو تو ایران بدی و ممنوع الخروجش کرد که رفتن وکیل گرفتن و گفتن آقا من تو قراردادم تو قطر بوده بعد به دولت قطر مالیات بدم، هرچند قطر هم محافظ مالیات هم بازیکن فوتبال کلا مالیاتی وجود نداره براشون. و یک سال توی قطر بود، سال دوم با مربی این تیم قطری به مشکل خورد که حسین هدایتی که الان در حال حاضرم توی زندانه اومد پول رضایت‌نامه علی کریمی رو داد و تونست بیاد باشگاه استیلازی. اما قراردادش با باشگاه استیلازی جالب بود. ببینید یه سری از این دیتا هست که مردم نمیدونن. سر بازیایی که علی کریمی کرد توی تیم ملی 4-5 تا از بازیکن‌های فوتبال اومدن دستبند سبز بستن به دستشون سر اون ماجرای 88 و اون اتفاقاتی که افتاد و اعتراضات مردم توی خیابون و اون موج سبز و اینها. و جالبه بدونید که اونها بهشون میگن چسب برق، لنت برق، همچین چیزی بهشون میگن. اون چسب برق هستش که به عنوان مچبند توی دستشون بسته بودن بازیکن‌های فوتبال که حتی محمد نصرتی نیمه دوم با توجه به اعتراضاتی که شده بود از ترسش مچبند رو باز کرد و خیلی از بازیکن‌های فوتبال اون مچبند سبز رو باز کردن از دستشون. و جالب بدونید که حالا داستان مچبند سبز هم من سعی می‌کنم که یه زمانی که بشه کاملا براتون باز بکنم که پشت پرده مچبند سبز رو هم بدونید. علی کریمی و بازیکن‌های فوتبال برمیگردن ایران و حراست سازمان اون موقع تربیت بدنی بود، ورزش جوانان هم بود، میاد و اینها رو صدا میزنه بازیکن‌های فوتبال رو. اون موقع علی کریمی یه شخصی به اسم ابوالفضل جلالی، نوشتم کاغذ ها زیاد نوت برداشتم، مدیر برنامه‌هاش بود و شخصی به اسم علی طاهری کسی بود که کل کارهای علی کریمی رو انجام میداد. ابوالفضل طاهری رو نگه داشتن، موبایلش رو، علی طاهری هم همینطور، خود علی کریمی هم موبایلش رو ازش گرفتن، گفتن موبایلاتون شنود هستش و بیاد توضیح بدید نسبت به این قضیه. که اینا هم گفتن که اصلا این قضیه سیاسی نبوده. شخصی به اسم فاضلی که عموی همین محمد رضا فاضلی بود که قرارداد علی کریمی رو بسته بود، یه شخصی بود که گویا ترور شده بود و گویا حالا نمیدونم چه فعالیت سیاسی کرده بود. اینا مچبند سبز رو دو جانبه بسته دادن، یعنی هم به احترام اون فاضلیه که گویا سید بوده و هم به خاطر این قضیه گفتن که حالا ما دستبند هم بستیم و اون موقع تعهد دادن. اون زمان یه شخصی به اسم حاج عباس انصاری فرد که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس بود که فکر کنم الان هم فوت کرده و موبایل منم صدا داد، عموی این انصاری فرد بود، اومد و خواستن با علی کریمی قرارداد ببندن تو باشگاه پرسپولیس. علی کریمی چون عشقی که به باشگاه پرسپولیس داشت گفته بود که من قراردادمو سفید با باشگاه پرسپولیس امضا میکنم. هی انصاری فردا که الان زن و بچه‌ش هم در حال حاضر توی لندن هستن، هی امروز فرداش میگردن میگفتن 2 روز دیگه، 3 روز دیگه، 4 روز دیگه و نشون به اون نشون شخصی به اسم علی طاهری که وکالت تامل اختیارم و گویا بلاعزلم از علی کریمی داشته کارهای قراردادی اینو انجام میداد تا روز آخر و ساعت آخر که میان و میرن باشگاه پرسپولیس میان و قرارداد چی شده. امروز آخرین روز نقل و انتقالاته که میان میگن که لیست باشگاه پرسپولیس پره و ما نمیتونیم قرارداد ببندیم با ایشون. که زنگ میزنن به شخصی به اسم سعید لو اگر اشتباه نکنم، امیدوارم اسامی درست گفته باشم، که ایشون وزیر بودن. زنگ میزنن به وزیر میگن که آقا این چیه، ما میخوایم بریم پرسپولیس قرارداد ببندیم و گفتن لیست پره. قبلش هم زنگ میزنن فدراسیون فوتبال و میگن نه لیست پرسپولیس باز، دروغ میگه مدیر عامل پرسپولیس و وزیر میگه که از بالا دستور دادن به خاطر اون مچبند سبز و اون اتفاقات علی کریمی هر جا دوست داشت بره ولی با باشگاه پرسپولیس حق نداره قرارداد ببنده.
که اون سال علی کریمی میره با استیلازین قرارداد میبنده که یه عده علی کریمی رو متهم کردن که این از آقای هدایتی پول میلیاردی گرفته و حتی علی کریمی قرار بود سفید و بدون پول برای پرسپولیس و مجانی بازی بکنه و نذاشتن علی کریمی بازی بکنه و فشارهای سیاسی و دخالت دولت در فوتبال باعث شد که علی کریمی نتونه برای پرسپولیس بازی بکنه، ولی چند سال بعدش گویا این اتفاق افتاد و علی کریمی اگر اشتباه نکنم رفت و با پرسپولیس قرارداد بست، بعد رفت با شالکه قرارداد بست، بعد رفت تراکتور سازی، بعد رفت دوباره پرسپولیس و دوباره تراکتور سازی. امیدوارم که ترتیبا رو درست گفته باشم چون دارم از سایت ترانسفر مارکت میگم و یه رفت و برگشت هم داشت به شالکه که اگر اشتباه نکنم گویا سرمربی شالکه همون سرمربی چند سال پیش بایرن بود، به خاطر همین علی کریمی رو دوست داشت و آورده بود شالکه. یک سال هم توی شالکه 04 هم بازی کرد. این پول هایی که علی کریمی از بایر مونیخ با اون آپشن ها و پاداش هایی که گرفته بود خب خیلی راحت میتونست این ویلا رو بخره و آنچنان هم چیز پیچیده و عجیب و غریبی نیست. اما برسیم به این ویلای عجیب و غریب، ببینیم که اصلا این ویلای ماجراش از چه قرار بوده. قبلا علی کریمی سال 82 83 یه ویلا داشت توی خزر شهر جنوبی توی شمال که اون موقع 52 میلیون تومان این ویلا رو میخره و سال 88 ساخت این ویلا تموم میشه و یه ویلا خیلی لاکچری و تر تمیز هم میسازه. اون موقع گویا 350 میلیون تومان هزینه ساخت این ویلا برای علی کریمی هزینه برمیداره و سال 93 میفروشتش 2 میلیارد و 200 میلیون تومان اون ویلا رو. یعنی میخوام به شما بگم که ساخت و ساز هم سود خوبی برای علی کریمی داشته، حالا نه تنها فوتبال ولی خب ساخت و ساز هم تونسته پول زیادی برای علی کریمی و خیلی از فوتبالیست‌ها به دست بیاره. میاد میره توی لواسون و 2 قطعه زمین رو میخره. یه قطعه زمین 600 متر بوده، مال شخصی به اسم آقای جلالی بوده، همین کاخ لاکچری، اصلا داستان ساخت این کاخ هم عجیب و غریب بوده. یه قطعه دیگه از زمین رو هم از یه شخص دیگه به اسم اشقابادی میخره که 1860 متر بوده که شما حساب بکنید دیگه 1860 متر یه دونه هم 600 متر، ببینید هولوش 2000 خورده ای زمین بوده که اون موقع سال 89 میخرتش 3 میلیارد و 300 میلیون تومان که این آقای اشقابادی که 1860 متر زمین داشته با یه شخصی به اسم علی فلا که دوست صمیمی علی کریمی هم بوده شریک بوده. تو منطقه اگه اشتباه نکنم سید پیاز بهش میگن توی لواسون، اونجا خریده بوده که میان و با علی کریمی میاد یه وکالت بلاعزل میده. گفتم که به یه شخصی به اسم علی طاهری یه وکالت تام الاختیار بهش میده. وکالت بلاعزل هم میدونید که یعنی اصلا نمیشه عزلش هم کرد که کار ساخت این ویلا رو شروع بکنه و اون موقع میان با یه شخصی به اسم غلامپور صحبت میکنن که اون موقع علی کریمی تو برج باران میشسته توی خیابون علوی فرمانیه و طبقه بالاش هم نشون به اونش این آقای غلامپور میشسته، مهندس غلامپور، و بهش میگه که بیا این ویلای من رو بساز و شروع میکنن این ویلا رو ساختن و سر پول با این غلامپوره به مشکل برمیخوره. قراردادشون هم اینجوری بوده که هر چقدر هزینه ساخت ویلا شد 10% رو این برمی‌داره. یعنی اگه ویلا رو کامپلت ساختن شد 5 میلیارد 10% میشه 500 میلیون، 500 میلیون به عنوان دستمزد برداره. این آقای غلامپوره میاد مثلا کل ساختمون آهن میزنه، نمیدونم این چیزها رو انجام میده. اون موقع 300 میلیون پول آهن میده که بتونه مثلا 30 میلیون به عنوان 10% از قراردادش رو برداره. چون هزینه‌های گزاف و چرت و پرت داشته انجام میداده قرارداد عزل میکنن و دور اون زمین رو یه دیواری میکشن به ارتفاع 3 متر که بتونن این 2 تا قطعه زمینی که جدا از همدیگه بودن رو بچسبونن به هم دیگه. 2 تا قطعه جدا بوده که توش ویلا رو ساختن که بتونن کار ساخت و ساز رو انجام بدن که اون زمان هزینه ساخت این خونه 7.5 میلیارد تومان برای علی کریمی هزینه برمیداره که سال فکر کنم 93 ساخت این ساختمون تموم میشه و امکاناتی هم که توی این ساختمون هست. حالا جالب بهتون بگم که طبقه اولش استخره و سالن ورزشی و کل وسایل ورزشی و بیلیارد و
سال امکانات ورزشی 2 تا استخر داره کاخ علی کریمی، بهتر بگیم کاخ دیگه. یه دونه استخر بیرون ساختمون داره، یه دونه زمین فوتبال چمن مصنوعی بیرون خونه هستش، یه دونه استخر هم داخل خونه هستش و به خاطر اینکه لواسون سرده حتی کف پارکینگ هم سیستم گرمایشی داره و به قول آلمانی‌ها فوسبودن هایسون بهش میگن، یعنی از این سیستماییه که کف زمین رو گرم میکنه به خاطر اینکه برفا روی زمین نشینه و گرم باشه اونجا. و 6 تا اتاق خواب داره و 1800 متر زیربنا داره و کلی امکانات عجیب و غریب، حتی یه دونه چمن عجیب و غریب هم توی پشت بونش داره که اون زمان 300 میلیون تومان برای علی کریمی فقط پشت بونش هزینه برداشته. داخل ساختمون که 3 طبقه تقریبا هست، 3.5 طبقه اگه حساب بکنیم، داخل ساختمون هم آسانسور داره. اما نکته جالبش اینجاست که موقعی که ساخت این ویلای تقریبا داشته به اتمام میرسیده، یعنی هولوش 70-80% رفته بوده بالا امکانات ساختمون، 27 اسفند سال 91 میان جلوی ساخت این ویلا و کاخ علی کریمی رو میگیرن. شخصی به اسم اشقابادی که رفیق جین و تورگی اصطلاحاً علی دایی هستش، که یکی از مالکان و زمینداران خفن لواسون هستش که پدر خانومش هم یکی از بزرگترین ویلاهای لواسون رو داره، بعد از فوتش به خانواده اشقابادی و ایشون رسید. وقتی که 27 اسفند جلوی کار اصطلاحاً ساخت ویلای علی کریمی رو میگیرن، زنگ میزنن به این اشقابادیه. ایشون با شهردار لواسون خیلی اوکی بوده. چرا جلوی ساختمون رو میگیرن؟ به خاطر اینکه این ساختمونه مجوزهای لازم رو برای ساخت نداشته. اینا 2 قطعه زمین جدا بوده، اومدن وسط این 2 تا قطعه ویلا ساختن آوردن بالا، اصلا اجازه نداشتن. بعد میرفته توی شهرداری مجوز میگرفتن که بتونن این 2 تا رو یکی بکنن و بعد بسازن. همینجوری ساختن یا علی آوردن بالا و این اشقابادی کانکتشون میکنه اینا رو با شهردار لواسون. اون موقع یعنی سال 91 شهردار لواسون با رابطه‌ای که اشقابادی میزنه 20 میلیون تومان رشوه میگیره و نشون که 20 میلیون رو هم فقط دلار میگرفته و گفته بودن که بعد بذاری تو پاکت دلار بدی. قابل توجه بقیه شهردارا 20 میلیون تومان ازش از علی کریمی رشوه میگیرن که مجوز ساخت رو بدن و اینا شروع میکنن ساخت و ساز رو انجام میدن و بعد از اون کار ساخت تموم میشه. میخورن به ماده 100 شهرداری که اونجا حق ساخت ویلا گویا نداشته و اون دیوارای 3 متری رو اینا باید تخریب میکردن و نباید اون دیوارای 3 متری رو میزدن که با پول و اینا خب میدونید دیگه میشه توی شهرداری شما هر کاری رو انجام بدید، ماده 100 بخورید دیگه تمومه. بعد از اون متوجه میشن که این زمین معارض داره، یعنی زمین سندش مال بنیاد شهید بوده و اصطلاحاً میگن زمینایی هستن که قبلا حالا یه شخصی فکر کنم مال، اگر اشتباه نکنم آره دیگه بنیاد شهید میاد برمی‌داره بعضی از این زمینا رو، میگفتن که این زمینه یه قطعه‌اش صاحب داشته، صاحبش امریکا بوده، الان برگشته ایران و صاحب پیدا کرده. بعد از اون این اشقابادی و چند نفر دیگه میان نفوذ میکنن و میرن توی دادگاه. 1 سال طول میکشه این معارض رو از روی زمین بر میدارن و جالبه بدونید که علی کریمی سال 93 دور میدون لواسون میاد این ساختمون رو، شخصی به اسم همون علیرضا طاهری که بهتون گفتم میاد این خونه رو یعنی اسنادش هست توی دفترخونه، 3 دنگ از زمین رو اینجا من نوشته بودم میزنه به اسم یکی از بچه‌هاش و 3 دنگ دیگه زمین رو هم میزنه به اسم یکی دیگه، 3 دنگ دیگه رو میزنه به اسم هاوش، 3 دنگ دیگه رو هم میزنه به اسم هیرس‌ها اگر اشتباه نکنم. بچه‌های علی کریمی هستن و کلا خونه رو 6 دنگش رو میزنه به اسم بچه‌هاش و میدونید که اسم کامل علی کریمی محمد علی کریمی پاشاکیه که سال 92 میان پسوند فامیلی علی کریمی رو پول میدن و پسوندش رو هم بر میدارن و این باعث میشه که الان بچه‌هاش هم فامیلیشون کریمی خالی باشه. خب اینا مال محل پاشاکی هستن و این کل ماجرای
کاخ لاکچری علی کریمی بوده که معارض داشته، بنیاد اومده ساختن و 1000 تا اتفاق دیگه براش افتاده بوده و نکته هم که وجود داره این که میگن نمیدونم پول و با رانت و لابی، نه بابا این قراردادایی که این بازیکن فوتبال می‌بندن 10 تا میتونن ویلا بگیرن، ماشاءالله پول زیاد ریخته تو این دنیای فوتبال. در هر صورت اگر دوست داشتید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید و ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.